برادرانم از من بشنوید، هر که سلفی مبارکش، هر که حنفی مبارکش، هر که شافعی مبارک با، ولی مسلمان کار بکار مذهبی کسی نداشته بگذار. این دستچه اینجا میبنده، تو اینجا میبندی، بگذار. او آمین بالجهر میگه، تو نمیگی. من چیزی به شما بگم علمیه. احادیث پیغمبر در موارد مختلف آمدند، هر یکی حدیثی گیر آورده، به اون حدیث عمل کرده. ما حدیثی گیر آوردیم حنفی هستیم، ولی عمل به کی میکنیم؟ به حدیث، نه به قول امام. ما به قول محمد و به قول خدا، کتاب الله و سنت رسول الله. حضرت امام رحمت الله علیه فرمود اگر شما دیدید قول من موافق با قول پیغمبر نیست، فضربوه علی الجدار، قول من به دیوار بزنید، قول رسول الله را گوش کنید. ولی انشاءالله ابو حنیفه رحمت الله علیه هیچ وقت چیزی نگفته که خلاف قول پیغمبر باشه. هیچ کس از ائمه مسائلی، مثلا نماز مغرب اذان میگم، شافعی ها دو نفل میخوانند، ما نمیخونیم، ولی نگیم اونا گمراهن و اونا هم به ما طعنه نزنن که چرا نمیخونیم. برای چی؟ حدیث اینه لمن شاء فلیقرأ، هر که میخواهد بخواند، پیغمبر گفت. ولی اگر نخوند مستحب، برادران واجب نیست، فرض نیست. تمام اختلافات ما روی مستحبات